سلام دوستان، تصاویری از هنرنمایی سوخوی 57 روسیه را در آسمان هند و در نمایشگاه 2025 که بزرگترین نمایشگاه هوانوردی آسیاست مشاهده می‌فرمایید. سوخوی 57 یک هواپیمای رادارگریز تک‌سرنشین و دو موتوره فوق پیشرفته نسل پنجم و چند منظوره روسی است که جهت انجام مأموریت‌های جنگ هوایی، حملات زمینی و دفاع هوایی طراحی شده و مجهز موشک‌های فراسوت و به راحتی میتونه با چندین هدف وارد نبرد بشه و بر تمامی هواپیماهای نسل چهارم چیره شود. سایت تخصصی دوارزون با نمایش عکس هوایی و بدون ذکر توضیحات اعلام کرده سوخوی مورد اشاره پس از حضور در نمایشگاه هند 2 روز در فرودگاه بندرعباس توقف داشته و پس از سوختگیری مجدداً به مسیر خود به سمت روسیه ادامه داده است.